سلام، خیلی خوش اومدید به کانال بذر حقیقت. من وینس هستم. من سیانک هستم. ما اینجاییم تا شما رو از رازهای متافیزیکی و ماورا طبیعه آگاه بکنیم. درود خدمت شما دوستای عزیز. این جلسه میخوایم راجع به نحوه پاکسازی محیط زندگی و محیط کار صحبت بکنیم با شما عزیزان. از ابتدایی ترین موارد شروع میکنیم و به مباحث پیشرفته میرسیم و دوستان عزیز رو راهنمایی میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که پیش‌فرض ما در شروع این دوره این هستش که محیط زندگی شما یا محیط کار شما آلوده به انواع طلسم و جادو و اینجور وسایل و وردهای مختلف و سمبول‌های اهریمنی و جادویی نباشه. یعنی ما فرض رو برای این میذاریم که چنین سمبول‌هایی، چنین طلسم‌هایی در محیط زندگی شما یا در محیط کار شما الان قرار ندارن، یا اگر در گذشته قرار داشتن به آب روان سپرده شدن و الان ما میخوایم پاکسازی رو شروع بکنیم. از وینس عزیز میخوایم که برامون توضیح بدن که یکی از راه‌های ابتدایی و راه‌های اولیه برای شروع پاکسازی محیط زندگی و محیط کار رو برای ما توضیح بده. خب، اولین و ابتدایی ترین مواردی که موجب میشه که ارتعاش یه محیط تغییر بکنه و با توجه به صحبت‌های سیان پیش‌فرض بر این باشه که اون مواردی که گفته شد وجود نداره تو محیط زندگی شما. این موارد خیلی پیش پا افتاده و خیلی ساده هستن و خیلی راحت میتونن ارتعاش محیطی که شما حالا توش کار میکنید یا زندگی میکنید رو خیلی راحت بالاتر ببرن. اولین مورد اینه که وقتی که یه محیطی خیلی شلوغ باشه، گرفتگی و انسداد انرژی به وجود میاد. پس بهتره که شما وسایل هایی رو که نمیخواید جمع بکنید. اگر که خیلی کهنه هستن و گفتم خاطرات خوبی رو با این وسایل ها ندارید، سعی کنید که بدید این وسایل رو بیرون، یعنی نگهشون ندارید. اگرم که خیلی شلوغ محیط زندگیتون، میتونید مرتب بکنید. ببینید تمیزی و مرتب کردن یک محیط ارتعاش یک محیط رو میتونه بالا ببره. مورد بعد این که سعی کنید محیط کار و محیط زندگیتون رو تمیز بکنید. نظافت و تمیز بودن روی بالا رفتن ارتعاش یک محیط خیلی میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه. پس سعی کنید که محیطی که توش هستید رو تمیز بکنید، خاک نداشته باشه، آری از تار عنکبوت باشه، آری از حشرات باشه، تمیز باشه، بوی خوبی بیاد. و تا جای ممکن سعی کنید که محیطی که توش زندگی میکنید یا کار میکنید رو تمیز نگه دارید. مورد بعدی این که سعی بکنید یه سری وسایل رو از محیط زندگیتون جمع بکنید. توی ویدیوهای قبل هم بهش اشاره شده. یه سری تابلوها، یه سری عکس‌ها، یه سری مواردی که نمادهای منفی رو دارن. اجازه بدید که اینا از زندگی شما بره بیرون تا چرخش انرژی به زندگی شما برگرده. و سعی کنید که همیشه محیط زندگیتون تمیز باشه، شلوغ نباشه، نامرتب نباشه، چیزایی که نیاز ندارید و هی نگه ندارید و جمع نکنید تا رفت و آمد یا چرخش انرژی تو زندگیتون و اون محیطی که هستید خیلی بیشتر بشه. این یکی از ابتدایی ترین راه‌های پاکسازی محیط با پیش‌فرض اول بود. سوالی که من از سیانگ دارم، میخوام بپرسم که حالا با این پاکسازی مقدماتی یا این پاکسازی ساده‌ای که من گفتم، اگه که سنگینی محیط از بین نرفت و همچنان آلودگی پابرجا بود توی اون محیط، آلودگی انرژیکی، پیشنهاد بهتری برای پاکسازی برای ما داره؟ بله، ممنونم وینس عزیز. خدمتتون عرض بکنم که راه حل بعدی برای پاکسازی محیط
استفاده از بخورات هستش. شما میتونید با بخورات مختلف ارتعاش یک محیطی رو بالاتر ببرید، از آلودگی‌های انرژیکی پاکسازی بکنید و زمینه سازی انجام بدید برای حتی تمرینات معنوی خودتون که در آینده بهش میپردازید. ببینید، استفاده کردن از عود صندل، استفاده کردن از عود مریم گلی، استفاده کردن از اسماج رزماری و مریم گلی و استفاده کردن از اسفند به همراه زاج سفید میتونه بسیار کمک کننده باشه در جهت پاکسازی. نحوه استفاده از این بخورات هم به این صورت هستش که شما وقتی این عودها رو روشن میکنید، این اسفند و زاج سفید رو در واقع دود میکنید و بخوراتش رو توی محیط زندگی و محیط کارتون پخش میکنید، اینطور باشه که در تمام محیط، خصوصا در گوشه ها و کناره های محیط زندگی، این عود رو پخش بکنید و محیط هایی هستن که باید این پخش بخورات در اونها بیشتر و طولانی تر انجام بشه، مثل جاهایی که عموماً تاریک هستن و سرشار از گرد و غبار هستن، مثل انباری ها، مثل کمدهای بزرگ که عموماً استفاده کمی از اونها میشه، مثل سرویس بهداشتی و حمام که محیط تاریکی دارن در اکثر اوقات. باید گوشه ها و کناره های اتاق ها و 4 گوشه منزل، سالن، تراس، تمام قسمت هایی که مربوط به منزلتون هست یا محیط کارتون هست، این بخورات داخلشون پخش بشن و این راه حل بعدی هستش برای شروع پاکسازی محیط. البته این رو در نظر داشته باشید که در هر ساعتی شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. از زمانی که خورشید طلوع میکنه تا قبل از غروب آفتاب، در واقع زمانی که خورشید در آسمان هست تا زمانی که خورشید در آسمان هست بهترین زمان هست برای استفاده از بخورات داخل منزل، ولی بعد از غروب آفتاب توصیه نمیشه. دیر وقت، شب هنگام، نصف شب این کار رو انجام ندید. در ویدیوهای بعدی در مباحث پیشرفته خدمتتون توضیح میدیم که چرا توصیه نمیشه این کار، به غیر از یک سری موارد اورژانسی که خدمتتون توضیح داده میشه که چطور باید انجام بشه. ولی فعلا فقط و فقط هنگامی که خورشید در آسمون هست از این بخورات استفاده بکنید. به این ترتیبی که خدمتتون عرض کردم، اول از چوب صندل استفاده بکنید و بعد از عود مریم گلی، بعد از اسماج رزماری و مریم گلی و بعد از اسفند و زاج سفید استفاده بکنید. این میتونه خیلی کمک کننده باشه برای پاکسازی محیط زندگی. حالا من از وینس عزیز سوالی دارم، اونم این هستش که راه حل قوی‌تر یا در واقع راه حل مکملی وجود داره که ما بتونیم در کنار این بخورات بخوایم ازش استفاده بکنیم برای پاکسازی محیط زندگی یا محیط کار؟ اگر وجود داره برای ما توضیح بده. بله، وجود داره و یکیشون نمک هستش. نمک به صورت کلی خاصیت پاکسازی محیطی و انرژیکی فوق‌العاده بالایی رو داره و برای پاکسازی محیط شما میتونید گوشه کناره هایی که اصولاً خاک جمع میشه و اصولاً دیده نمیشه توی خونه، از یه میزان خیلی کم نمک استفاده کنید. میتونید دم در ورودی یک مقدار نمک بریزید یا میتونید نمک رو با آب قاطی بکنید و یک مقدار به گوشه های خونه و دم درتون اسپری بکنید و حتی جاهایی که حس میکنید که انرژی خیلی سنگینی داره و چرخش انرژی خیلی کم اتفاق میفته. مورد بعدی که میتونه به پاکسازی یک محیط کمک بکنه
روشن کردن شمع هستش با نیت اینکه بخواد محیطی که توش هستید رو پاکسازی بکنه. شما باید شمع رو توی دستاتون بگیرید، نیت بکنید که این شمع که حالا محیط کاری میتونه باشه یا محیط زندگی پاکسازی بکنه و بعد این شمع رو روشن بکنید و اجازه بدید که بسوزه. سعی نکنید که خاموشش بکنید، چون خاموش کردن این شمع موجب میشه که اون کار پاکسازیش رو نتونه درست انجام بده. و موردی که در مورد شمع وجود داره، شمع‌ها هم مثل بخورات و عودها ساعت استفاده دارن. باید از زمانی که خورشید طلوع میکنه و تا قبل از غروب خورشید روشن بشن و تا جای ممکن از روشن کردنشون بعد از ساعات و تایمی که گفته شد خودداری بکنید که خیلی بهتره براتون. دلیل هم داره، دلیلش رو در ویدیوهای بعد بهتون میگم. و البته یه سری مواردی دیگه هم هست در مورد شمع که باید بهتون بگم، اینکه شمع‌هایی که به قصد پاکسازی روشن میشن بهتره که سفید رنگ باشن و اگر شمع‌هایی که به نیت پاکسازی استفاده میکنید تا قبل از غروب خورشید باشه هیچ ایرادی نداره، ولی بعدش گفتم که روشن نکنید. ولی اگر یه شمع به قصد روشنایی خواستین استفاده بکنید و روشن کنید بعد ساعتی که گفته شد هیچ ایرادی نداره. و موردی که خیلی مهمه و وجود داره، اگر که یک شمع به قصد و نیت پاکسازی 2A طلسم و سنگینی های این مدلی بخواد استفاده بشه، یک شمع سفید و یک شمع سیاه باید در کنار هم دیگه گذاشته بشه و نیت بکنید و اجازه بدید که این دوتا شمع بسوزه. و برای توضیحات حالا بیشتر یه سری ویدیو هست که در آینده توی پیج میذاریم و جواب سوالای شما رو هم میدیم. ولی من یه سوال از سیانگ دارم، این که آیا چیزی هست، روشی هست که بخواد هم فرکانس محیط هم فرکانس انسان رو بالا ببره؟ آیا همچین چیزی هست؟ بله وینس عزیز، راههایی وجود داره که ارتعاش محیط و ارتعاش افراد رو به صورت همزمان بالا میبره و پاکسازی رو به صورت همزمان انجام میده. بیایید براتون توضیح بدم که این چه روشی هستش و چطور باید انجام بشه.